الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. و ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت، در یک جمله حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی. از اینکه امروز توفیقی حاصل شد در خانه خدا در مسجد سلمان فارسی در محله سورو این گرد همایی و محفل انس با قرآن خردسالان و نوجوانان حضور به هم برسانیم و حضور داشته باشیم. بی نهایت خداوند و سپاسگزاریم. امیدوارم که خداوند توفیق مزید برگزاری این محافل انس با قرآن برای تمامی اقشار و اصناف و سنین مختلف جامعه خودمون باشیم. خواستن توانستن است. هر وقتی ما بخواهیم مناسبتی زیبا و ارزشمند ایجاد بکنیم، مثل امروز تصمیم گرفتیم چند روز پیش که اینجا از نماز عصر تا نماز مغرب به اضافه یک سفره افطاری خیلی متواضع در جمع بچه‌های عزیز و دوست داشتنی و بزرگمون، اینا کوچکان بزرگ هستند، بزرگان آینده هستند که تو این سن با این علاقه و استعداد راه درست انتخاب کردن. تبریک به پدر و مادران اونها و اساتیدشون که تو اینطوری این بچه‌ها رو دارن جهت میدن و مواظبت میکنن و آموزش میدن. در آینده اینها شخصیت‌های متعهد، مؤمن، پاک، مسئولیت پذیر، آگاه، بیدار و تأثیرگذار در جامعه خواهند شد. چه پزشک بشن، چه استاد دانشگاه بشن، چه مهندس بشن، چه نویسنده بشن، چه سرمایه‌دار بشن، در هر تخصصی که این عزیزان ما علاقمند باشن ادامه تحصیل بدن، با 30 جز کلام الله مجیدی که تو سینه‌شون هست، تو حافظشون هست، در آینده متخصص و تحصیل کرده خواهند شد، فرهیخته خواهند شد. واقعا تبریک میگم به چنین پدر و مادرانی و به چنین اساتیدی که چنین فرزندانی رو دارن تربیت میکنن. تاجی است فروزان درخشان بر سر پدر و مادر در دنیا و در آخرت. بچه‌های عزیز، اینو بدونید که این بزرگترایی که نشستن به پاس احترام شما نشستن، خیلی خوشحالن. و اون فرشتگانی که این مسجد و این محفل رو الان احاطه کردن تا عرش خداوند، به پاس احترام شما هستند و این کار رو انجام میدند. شمایید که این سوژه زیبا رو آفریدید و الانم این محفل خودمون آنلاین پخش مستقیم در کل دنیا دارن این محفل رو در محله ما تماشا میکنن و لذت میبرن. جامعه‌ای که بخواد رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه، مسئول بمانه، سعادتمند بشه، باید با قرآن زندگی بکنه. آموزه های زندگیشون آموزه های قرآنی باشه. گام اول روحانی و روانخوانی صحیح هست. گام دوم فهم صحیح هست. گام سوم عمل درست بر مبنای اون فهم درست و تلفظ و تلاوت درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الماهر فی القرآن مع السفرة الکرام البررة. انسان مسلمانی که ماهره و مهارت داره در قرآن همراه فرشتگان پاک و بزرگوار و گرامی رب العزت و الجلال هستند.
و این شما هستید که مهارت در قرآن دارید. الان اگر که پدران شما و بزرگترایی که تو این جلسه هستن من دعوت بکنم بیان سوره هم بخونن، شرمنده میشن، ولی از طرفی هم خوشحالن که فرزندانشون اینطوری قرآن رو با تجوید اونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم خونده چه. اگر الان من بخوام امامان مساجد سرود غیر از تعدادی که حالا استاد فن هستن ولی 30 ساله که امامت دارن میکنن، نماز میکنن، از اونها بخواهیم که بیان اینجا خطبه میخونن، بیان اینجا بنشینن جلوی این جمع سوره هم بخونن، شاید شرمنده شون بشیم. سطر اول رو نتونن درست بخونن، بسم الله رو نتونن درست بگن. این یک واقعیت تلخی است که متاسفانه خیلی وقتا ما دچار توهم میشیم. باید تواضع داشته باشیم در مقابل کلام رب العالمین. وقتی نمیدونیم بگیم نمیدونیم، ولی این تواضع رو داشته باشیم. اینا میگم کوچکان بزرگن، اگه هر کدومشون بذاری تو میزان خداوندی، ترازوی خداوندی، زمین رو مثل پرکاه میکنن، برداد میدن. این واقعا لطف و فضل خداست. ما خواهان یک جامعه قرآنی هستیم، یک جامعه ربانی هستیم، یک جامعه سالم و صالح و مصلح هستیم، یک جامعه دوست داشتنی، یک جامعه خیرخواه، مهربون، پاک، توانمند، توسعه یافته، پایبند، مؤمن، متعهد، متخصص، به روز آپدیت شده، لوکس، یک مؤمن لوکس به تمام معنای این کلمه. میخوام که قرآن مثل خون پاک و سالم در تمامی تار و پودمون، وجودمون، رگهای معنوی جامعه ما جریان داشته باشه تا جامعه رو احیا بکنه. از خانه های ما، از کوچه های ما، از مغازه های ما، از ماشین های ما، از پایگاه های ما، همه صدای ملکوتی و معنوی کلام رب العالمین در شبانه روز بلند شود، طنین افکن باشه، شیاطین و شیطان صفتها رو از محله ما و جامعه ما دور بکنه. اگر ما یک جامعه ربانی و قرآنی میخواهیم باید خانواده های قرآنی داشته باشیم و خانواده های قرآنی از پدر، مادر و فرزندان تشکیل میشه. یعنی نسل آینده رو باید نسل قرآنی تربیت بکنیم. ماه قرآن است، بزرگتران باید حمایت بکنن. اینجا چون مسجد کوچک بود خیلی خواهرها گله کردن که جا برای ما، گفتیم حالا انشاءالله تو فرصت‌های بعدی. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که ماهر در قرآن همراه فرشتگان پاک و بزرگوار و گرامی رب العزت و الجلال همراهی با اونها میکنه، همنشین اونها هست. مهارت 4 تا مهارته: مهارت در تلاوت و تلفظ صحیح. اگر کسی قرآن بلد نیست، تلقی نکرده، همونطوری که شیخ عامر گفت قرآن تلقی است، یعنی سینه به سینه، دهان به دهان، شفاهی. اگر من این قرآن رو باز بکنم بخونم بدون استاد، وقتی که اولین آیه سوره بقره من باز میکنم اینجا نوشته علم، 3 تا حرفه، علم، یه آکولادار روشه. خب اگر کسی قرآن تلقی نکرده بخواد از روی این قرآن بخونه، میکنه علم. علم نیست. این حروف مقطعه اوائل سوره دلالت بر اعجاز قرآن میده، حتی مداش هم برای تنبیه و توجه. تمامی سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده بعدش حمایت از قرآن، نصرت قرآنه. الف لام میم، این مد لازم
مسقله، 6 تا حرکت داره، هر حرکتی به اندازه خواباندن یا بلند کردن انگشت دسته. وقتی که این مد کشیده میشد، کفاری که فرار میکردن، این صدای مد اونها رو چه؟ همینجور میکشید، دستاشون رو میکردن تو گوششون که نشنون. هر جای حروف مقطعه است بعدش نصرت قرآنه، حمایت از قرآنه، پیروزی قرآنه. جامعه اسلامی ممکن نیست که آخرش اصلاح بشه مگر با اون چیزی که اولش با اون اصلاح شد، با قرآن اصلاح شد، رهبریت دنیا رو به عهده گرفت. باید هم بر بگرده به قرآن. مساجد ما باید قرآن محور باشه. امامانی که بی سوادن باید یه فکری به حال خودشون بکنن. وقتی این بچه های کوچک آمدن پشت سر امامشون نماز خوندن که عمرشون وزنشون همه 15 کیلو یا 14 کیلو بیشتر نیست، سنشون هم 7 سال بیشتر نیست، آمدن پشت سرت ایستادن، اگه تو بسم الله و سوره حمد و اشتباه خوندید شرمنده میشید. اینا دیگه نمیتونن تحمل بکنن. داره اشتباه میخونه، بچه کوچک میگه این داره اشتباه میخونه این شیخ. تنها راه این که ما شرمنده نشیم باید به آغوش علم بریم، مطالعه بکنیم، تواضع داشته باشیم، خودمون و خانواده. ما میتونیم برای شما امام خوش صدایی بیاریم، یک ماه رمضان هم برای شما خوش آهنگی و خوش آوازی بکنه، شما هم چهچه و بعبع بزنید، بعد از رمضان هم برن دنبال کارشون. شما یقین اینا رو بگیرید، برای ما حلقه بذارید، حلقه قرآن بذارید، روخونی و روانخونی قرآن یاد ما و بچه هامون بدید. چرا همیشه لذت میبریم با زیبا خواندن دیگرانی که تو محراب میایستن؟ چرا خودمون نمیخوایم زیبا بکنیم؟ چه صوتهای زیبایی تو این بچه ها هست. مهارت در تلاوت، در تلفظ، 2 مهارت در فهم، 3 مهارت در عمل، 4 مهارت در آموزش و انتقال قرآن به دیگران. این 4 تا مهارت که ما باید به این مهارت ها توجه بکنیم. امروز مهمان های عزیزی هم دنبال بالاخره ملاقات بودن، از بلوچستان، از علما، از کردستان، از جاهای دیگه، از افغانستان. آمدن تو این جمع بسیار با صفایی است. من به همتون تبریک میگم. اونقدر باید این همایش ها، این محافل برگزار بکنیم تا بچه های ما و خانواده ها انس بگیرن. بچه های ما امنیت ندارن. این فضای مجازی، اینترنت، این گوشی های مدل بالایی که بچه ها میرن توش تا نصف شب تا دم صبح، بچه های ما را افسرده و ناامن میکنه، آرامش رو ازشون میگیره. بذارید بچه های ما معتاد قرآن بشن. اگر اعتیاد هم وجود داره، اعتیاد چیزهای خوب. تو این موبایل از بچه های کوچک بگیر افسرده میشن، اصلا مثل یه تکه چوب خوش میافتن یه گوشی، رنگشون زرد میشه. اعتیاد دیگه. اعتیاد که همش مواد مخدر نیست، مشروبات الکلی نیست، همین فضای مجازی، چت کردن. بچه ها باید بیان، بچه ها باید امنیتشون رو با قرآن، خانواده ها امنیتشون رو با ایمان و قرآن باید پیدا بکنن.